سلام دوستان، خوب هستین؟ الان 25 برج 7 25 مهر، یعنی تو منطقه ای که ما هستیم دیگه پاییزمون شروع شده. میخوایم ذخیره اضافی زنبور رو برداریم، اصلشو جمع کنیم زنبور رو که بره برای خواب زمستونی. برای این کارم اول یه دود میدیم بهشون، بررسی میکنیم زنبور رو. این یه پوکه خالی اضافه است، پوک‌های اضافی رو در میاریم از تو زنبور. این ذخیره اضافی عسله. اول بررسی میکنیم چند تا قاب عسل داره، چقدر جمعیت داره، ملکه تخم ریزی داره نداره. این زنبور تخم ریزی رو هم قطع کرده، یعنی یا ملکه نداره کشته شده، یا اینکه ملکش عوض شده و ملکه باکره داره. ملکش هست، ملکه رو اینجا میبینید، ولی باکره است، نمیتونه این ملکه تخم ریزی کنه این سال. به نسبت جمعیتش یکی دو قاب برای خودش میذاریم، هر چند قاب که جمعیت داره همون قدم عسل براش میذاریم. بقیه عسل اضافی رو در میاریم از تو کندو. اینو برای خودش میذارم، اینم همچنین و اینو. این دو تا از این است. دوستان بعضی سوال میپرسن چطوری نیش نمیزنه، چرا زنبور شما رو نیش نمیزنه و اینا. بستگی به صحرا رو بگیر. برج هفتیم دیگه، الان آخر هفت. صحرامون این صحراست که هنوز سبزه. زنبور آلودگی و کنه و بیماری و اینا هم نباید داشته باشه، استرس نداشته باشه. زنبور باید از هر نظر سالم و مرتب باشه. یه نوارکنه ارگانیک، شیمیایی نه، ارگانیک هم براش میذاریم. به این صورت میتونین اینو نصف کنین، جمعیت اگه کم بود کمترش هم کنین. یک گوشه که اول صبح آفتاب در میاد از اون سمت کندو زودتر گرم بشه، زنبور رو میبریم اون طرف، میبندیمش.